با رسیدن فصل زیبای بهار بران شدیم تا کالکشنی جدید رونمایی کنیم. این کالکشن شامل فرش‌هایی با طرح‌های زیبای بهاری و با رنگبندی شاد و دوست داشتنی هستند. با من همراه باشید تا تعدادی از این فرش‌ها رو بررسی کنیم. اسم این فرش زیبا نوبهاره. باغ‌های فرش نوبهار در چیدمان رنگی قاب‌های هندسی هر کدام نمایی از باغ‌های بهشت تا که بلبلان و هرازان آن نغمه شاد بهار را طنین انداز نمایند. در نقوش این فرش رنگ‌ها چنان به دوستی کنار هم نشستند که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می‌نمایند. این فرش از دست فرش‌های بختیاری و با خرج سلیقه زیبای پارسی است. اسم این فرش ترنمه. ترنم نمونه دیگری از فرش بختیاری است. در این فرش شکوفه‌های خوشرنگ بهاری در چیدمان منظم قاب‌های گلنشان هندسی تراوت زیبای بهاری را خاطر نشان می‌سازد. این فرش در دو رنگ قرمز و طوسی موجود است. فرش ترمه برگرفته از طرح و نقش ایرانی و مزین شده با ترمه‌های خوشنقش است که با فرهنگ شاد ایرانی رنگبندی شده است. رنگ آبی کمرنگ آشنا در بناهای تاریخی و مذهبی ما، قرمز اناری یادآور سرخی انار، زرد به درخشندگی خورشید و دیگر رنگ‌های چشم نواز به کار رفته در آن که به قطع جلایی تازه به منزل بخشیده و فرهنگ ایرانی را خاطرنشان می‌نمایند. فرش ترمه در 5 رنگ کرمی، آبی روشن، سرمه‌ای، طوسی و لاکی موجود می‌باشد. این فرش سروناز نامگذاری شده. شاخه‌های گلنقش این فرش یادآور بهار پرگل بوده و تجلی تراوت بهاری است. این فرش زیبا هزار گل نامگذاری شده. بازی رنگ‌ها عجین شده با تراوت بهار در نقش گل‌های شاداب و رنگین. با این فرش تجربه رنگین بهار را هر 4 فصل به ارمغان داشته باشید. این فرش گلبهار نامگذاری شده. سرو سرسبز همجوار گل‌های رنگارنگ بهاری در قابی رنگین کمان از 4 رنگ دلنشین. این فرش در سبک گبه و الهام گرفته از گبه‌های خوشنقش چشم آشنای ماست و در 4 رنگ کرمی، لاکی، آبی و نارنجی طراحی شده. اسم این فرش دالیا و در 4 رنگ کرم، قرمز، سرمه‌ای و طوسی طراحی شده است. فرش دالیا جلوه‌گر زیبایی سرو خوشقامت همیشه بهار است که با رنگ‌های زیبا مزین شده است. این فرش نازلی نامگذاری شده و در 5 رنگ لاکی، قرمز، کرمی، سرمه‌ای و طوسی طراحی شده. فرش نازلی جلوه هنر در نقش‌های پارسی بوده که هماهنگی رنگ‌ها را هنرمندانه به نمایش می‌گذارد. این فرش نجوا نامگذاری شده. فرش نجوا نمایی قاب در قاب و نقش در نقش بهار است تا که نجوای تراوت بهار را زمزمه گرداند. نجوا در 4 رنگ کرمی، قرمز، طوسی و سرمه‌ای طراحی شده است. اسم این فرش آناهیده.
فرش آناهیت نمای زیبای نقش و سایه است که در چارچوب رنگین هندسی و با ترکیب رنگ چشم نواز و دلنشین چیدمان شده است. این فرش در 4 رنگ کرمی، قرمز، لاکی و توسی طراحی شده. این فرش یاشار نامگذاری شده و در 4 رنگ کرمی، قرمز، سرمه‌ای و توسی طراحی شده. فرش یاشار آمیخته‌ای از نقش‌های سنتی و اشکال منظم هندسی بوده که رنگ‌های شاد و دلنشین را به زیبایی کنار هم نشانده. مد ما پر از مجموعه فرش‌ها با طرح‌های لوکس، آشپزخانه، مدرن و فانتزیه. برای دیدن طرح‌ها و سایزهای بیشتر و تصاویر ارسالی مشتریان حتما از سایت مد ما دیدن کنید و پیج مد ما رو در اینستا دنبال کنید.